سلام بچه ها، دیگر چنل سالارزی خوش اومدیم. با عباس اومدیم جوزی بای یه بازی جدید، یه بازی دیوونه کننده دیگه، بازی اذیت کننده. نمیدونم دیدیم ویدیوهاشو یا نه. یه بازیه که دوتامون دهنمون رو پر آب میکنیم، کامل دهنو پر آب اینجوری لپا کرده. نوبتی سنگ از قیچی بازی میکنیم، هر کی ببره شروع میکنه با نون سیلی دادن تو صورت جوجه. حالا آروم بزنی. بازی دیگه نه دیگه، بازی در نره، آروم بزن. اول بازی دست منطقی با هم بازی کنیم. اول بازی دست. خب بریم راند اول. بین بازی‌ها چجوریه؟ با سنگ از قیچی نقاطمون رو انتخاب می‌کنیم. سنگ از قیچی یه دونه هر کی ببره میزنه. تو خموز برنده نداره، فقط بازنده مشخصه. جواد خیامی هر کی بیشتر باخته بازنده است. سلاح‌های ما سلاح سر. بریم راند اول. یه قلو بخورم یه قلو. تو خیلی ایمونی. وای کل سوراخ‌های مغزم پر آبه. بریم بده من. منو زدی خودت رو ریختی. آقا یه نکته اینه که دونات ترایی اتم یعنی پیش پزشکی کار انجام بدیم بتونه احیاتون کنه. آب تا اعماق. آقا فقط این نکته ما شما نمیتونیم حرف بزنیم اون لحظه دیگه. آره دیگه. همش رفته تو دیگه.
ریختی مرتی که حسابه. 2 1 تو به سمت نزدیک داری. آره عادی. چی انگار با صورت چیزی دادم تو استخر. همش داشت میخوردم. تا اینجا 2-2. زیر پام خیسه. برو این کیسه راه نرو. کیسه راه خوبه من. این ایده ها دیگه خیس شد دیگه. واقعا اینه هیچ امتحان نکنیم واقعا. چون داره ازش آب میشه که هنونش در آب میشه. عشق من نمیخوام دیگه روی وایسم. خیلی خیس. 57 ثانیه دیگه داریم و تو 3-2 به سمت بگویی جلویی. آره آجوری پیشونید آب. بریم برای راند آخر. هاش بر سرت کنن. نونت این نون چرب شده بود. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت خیلی نامردی بذارید. آقا من این کاراتو خونه نکنید. واقعا نکنید. تو استخر میتونید این بازی رو این نکم هنوز فکر کنم آب روشه. خیلی خیس شدی تو. من 2-3 بار بد میشه میبارم خودت تو خودت. خیلی این مجازاتت نباید بکنم ناموسن. مجازات نداری. داداش خودم تو بردی. خب یه ریدی تو لباس دیگه بالاخره بهای برده. بله Do not try at home. چنل جوجه داشته باشین تو دیسکریپشن داشتین. ویدیو مسموم پشتم 403 و انبار و همون داستانایی که لایک کامنت فراموش نشه تا آخرین چیلیک.